اگه سیستمت ضعیفه و فکر می‌کنی هیچ وقت نمیتونی ماینکرافت رو روون اجرا کنی، این ویدیو دقیقاً برای توه. چون امروز میخوام 5 تا مود نشون بدم که خیلی از پلیرها با سیستم ضعیف ازشون استفاده میکنن تا بازیشون رو خیلی روونتر کنن بدون اینکه حتی یه قرون خرج ارتقای سیستم کنی. پس تا آخر ویدیو با هم بمون، چون قراره ببینی چطور با چند تا تنظیم ساده و چند تا مود میشه کل تجربه بازیت رو از این رو به اون رو کرد. رندر UI آیتم و ذرات رو براتون بینه میکنه، مکمل خوبی برای مودهای رندر دیگه محسوب میشه و کنارشون بهترین عملکرد رو داره. چیزایی که پشت دیوار یا بلاک هستن رو رندر نمیکنه. توی بسای شلوغ با انبوه و ماپ‌ها یا ردستون تفاوت FPS خیلی زیادی داره. مصرف رم بازی رو کاهش میده بدون افت کیفیت. برای سیستمایی که کمتر از 8 گیگ رم دارن حیاتیه. لیتیوم منطق تیک بازی مثل فیزیک، ردستون یا ماپ‌ها رو بینه میکنه. تاثیرش روی FPS کمتره ولی لگ و افت ناگهانی رو خیلی کم میکنه. موتور رندر بازی رو کامل بازنویسی میکنه، بیشتر افزایش FPS رو میده و بین 2 تا 5 برابر روی اکثر سیستم‌ها افزایش FPS میده که بهترین مود افزایش FPS هست. و اگه از این مود در کنار بقیه مودهایی که گفتم استفاده کنی، یه افزایش FPS خیلی بالایی میگیری. اگه تا اینجا مفید بود سابسکرایب کن. تا اینجا 5 تا مود رو گفتم که به تنی FPS رو چند برابر میکنن. ولی یه چیز دیگه هم هست که خیلی اصلا بهش توجه نمیکنن، تنظیمات خود بازی. اگه اینا رو هم درست تنظیم کنی، تازه میفهمی سیستمت واقعا چقدر توان داشته. و در آخر سر اپلای رو بزنید تا تنظیماتی که تغییرات اعمال بشه و بعدش هم داون رو بزنید تا خارج بشید. این موضوع تنظیمات هیچ تغییری توی سیستم فارما ایجاد نمیکنه و با فارما مثل حالت عادیش کار میکنن. اگه این 5 تا مود رو با این تنظیمات ترکیب کنی، عملاً یه بازی جدید تجربه میکنی. اسم همه مودها رو داخل کامنت ها گذاشتم. اگه خودت هم تست کردی تو کامنت ها بگو چند برابر FPS گرفتی.